پایلوش نماز خواندن درست است یا نه؟ آمانه شدن را فراموش نکنید. عزیزان من، پایلوچ انشاءالله خدا خواهد نماز درست است. نمازی چی خدا خواهد، چون که پا عورت نیست. پا اگر عورت می بود در عورت داخلش میکردن. من از زنها را خدا خواهد بینید، زنها را عورتش نمازخوان باشد، زنها را کل بدنش عورته، کل بدنها الا وجه والکف والقدم. زنها را فقط سه جاش عورت نیست خلاص. طبق امام اعظم رحمت الله علیه روش، کفای دستش، کفای پاش عورت نیست خلاص، ایلی تمامی وجودش عورت است. اگر زن دکت از ماچه پسیدگی خیلی بستگی موهاش کشال گردناش نیست، نماز کنه نمازش نماز نیست. 100 سال خونم الله قبولش، چون که بدنش پوشوندنش فرضه. شما هم فرضی تو در کجا است؟ از ناف تا زیر زانو محکم شدنش و ستر عورت الرجل من تحت صورتی لا تحت رکبته. از این ناف تا زیر زانو را محکم شدنش فرضه. اگر از چار یک قسمش کشاده شد نماز تا خدا قبول نمیکنه. پایلوچ فقط برای اماما مکروه گرفتیانگن علما ها، برای اماما که پیش میگذرن و یاند انشاءالله خدا خواهد. البته پای پاک است، معصیش است، مقصد از پای وی مردم قوم عقیبنگی نفرت نکنه و این مکروه است. به سلام ممکن نیست پیشوا باشی ریشتمون. کدام که در محله امام هستیم خدا خواهد ریش منول. 5 وقت نمازت باید با سله باشه، 5 وقت نمازت با چپون باشه، پاچککات محکم باشه. این آداب امامیه، این آداب اسلام عزیزان من. با شما باد صدای آمانه شدن را فراموش نکنید.